خدمات مطبوعات برنامه رشد سازمان ملل متحد روز 14 آگوست سال 2022 خبر داد که زاده تاجیکستان سهراب حاجمتوف به منصب معاون نماینده دائمی برنامه رشد سازمان ملل در قزاقستان از لحاظ مساحت بزرگترین و از لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی قوی‌ترین کشور آسیای مرکزی تعیین شده است. سالهای آخر حاجمتوف معاون رئیس دفتر این سازمان در ترکیه و رهبر برنامه رشد سازمان ملل در آذربایجان بود. سهراب حاجمتوف بیش از 25 سال تجربه کار در مسائل رشد و رهبری لایحه‌ها در سازمان‌های بین المللی، مؤسسه‌های دولتی و در بخش خصوصی را دارد. سهراب حاجمتوف رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان ختم کرده، بعداً در دانشگاه عمومی روسیگی ادیلیا در شهر مسکو و کالج ملی دادگاهی نوادای آمریکا تحصیل کرده است. او سابقه کاریش را به حیث مفتش در دادستانی کل تاجیکستان آغاز کرد، ولی خیلی زود به سازمان‌های بین المللی گذشت. سهراب حاجمتوف چندین سال در مقام‌های رهبری در اداره‌های اگنتی رشد بین المللی آمریکا عاید به رشد حقوقی و اقتصادی در تاجیکستان کار کرد و سپس به برنامه رشد سازمان ملل گذشت. برنامه رشد سازمان ملل یکی از بزرگترین مؤسسه‌های ملل متحد به شمار رفته در قزاقستان لایحه‌های مربوط به اصلاحات نظامی، اداره دولتی، حفظ اجتماعی، حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییر اقلیم، ثمره‌ناکی نظام انرژتیکی و تقویت اقتصاد رقمی را مبلغ گذاری می‌کند و به این وسیله از حکومت قزاقستان در راه اجرای برنامه‌های افضلیت‌ناک رشد ملیش پشتیبانی می‌کند.